بینندگان عزیز ارجمند، در مرور خبرها به اطلاع شما رسوندم که روز گذشته دادستان کل کشور به دعوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی بهارستان حضور پیدا کرد و پیرامون پیگیری پرونده فساد 3000 میلیاردی و معوقات بانکی صحبت‌های مهمی را ایراد کرد. آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد که افرادی بلندپایه از 3 قوه در پرونده فساد 3000 میلیاردی تحت تعقیب قرار گرفتند. برای پیگیری این موضوع و آگاهی از چند و چون بیشتر آنچه که در صحن علنی مجلس در روز گذشته اتفاق افتاد، گفتگوی تلفنی می‌کنم با جناب آقای دهقان، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دهقان سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم، چطوری توپل مپل؟ خیلی ممنونم. من خیلی مختصر به گذرا بر اساس آنچه که خبرهایی که دیروز به دست ما رسیده بود و امروز هم تیتر نخست بسیاری از روزنامه شده بود مطالبی را عرض کردم، اما شما با توجه به اینکه حضور داشتید در مجلس بفرمایید که اساساً دعوت دادستان کل کشور به چه منظوری صورت گرفت و نهایتاً جمع‌بندی و برداشت نمایندگان مجلس از صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای چه بود؟ والا همونطور که خودتون فرمودید دیدیم این قضیه داره بیخ پیدا میکنه، کار کشیده به 3 قوه مجریه و مقننه و قضاییه. دیدیم یکم دیگه شل بدیم میرسه به سران 3 قوه، بعدم میندازه تو سرسرای بیت ولایت، بعد میکشه به سر سران 3 قوه. خلاصه همینجوری سر فر 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 تر 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 نظام به باد. بله. ما در زمینه اختلاس خیلی پیشرفت داشتیم. این داستان طوری شده که شهرام جزایری که خودش اند همه اختلاس‌ها بود تو این وضعیت داره میگه منو از این زندون بیاریم بیرون، اینا دارن منو مسخره میکنن، بهم میگن آفتاب دوز. اینجوریه. این بود که از این الهه عدالت حاج آقا اژه‌ای دعوت کردیم تا یه سکانس برامون بازی کنن. ته خطم 2-3 نفر رو داریم دم گاز تا خلاصه قضیه به خوبی و خوشی تموم شه. دیروز جناب عالی هم تاکید داشتید بعد از صحبت آقای اژه‌ای که نمایندگان تمایل دارن که سوالاتی مطرح بکنن. راجع به این هم توضیح بفرمایید. غلط اضافه میکردن، زر بی مورد میزدن، چتربازا دنبال سهم خودشون بودن. بعد بنده خودم تو کمیسیون روشنشون کردم. کتاب کشف الاسرار امام راحل رو جلوشون گذاشتم که در مبحث اختلاس فصل 3000 میلیاردم فرموده بودن لاکن ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به جای ایمان سیمان آورده بودید بیت ولایت تا حالا آباد شده بود. توضیحات آقای محسنی اژه‌ای پاسخ این سوالات شما و سایر نمایندگان را داد؟ بله، کاملا قانع کننده هم بود. آقای اژه‌ای خودشون نقد جواب نمایندگان رو دادن. آقای لاریجانی چک کشیدن، مقام عظمای ولایت سفته فرستادن، بانک مرکزی هم برای نماینده‌ها تراول سبز فرستاد که خیلی قانع کننده بود. بله. خودت جناب عالی چقدر بگیری دیگه سوال نمیپرسی؟ بعدم دیگه حالا اینقدر حاشیه سازی نفرمایید. 3000 میلیارد هم پولی نیست که 40 سال پیش بابای بنده با 36000 تومان یه پیکان صفر خرید. بنده امروز با همین مبلغ یه بسته خلال نندون خریدم. یه همچین وضعیتیه. آقای دهقان عذرخواهی میکنم، هنوز مشخص هم نیست که چه میزان از اون 3000 میلیارد تومان به هر حال تو این به قول فرمان شما 3 سال برگشته. یعنی قوه قضاییه تونسته اون حداقل به بیت المال برگردونه؟ البته قوه قضاییه خیلی تلاش کرد که پولو برگردونه به بیت المال، اما از اونجا که این خط بیت المال به جیب مسئولین یه طرفه است، دوباره همون قدری هم که مونده بود رفت تو جیب مسئولین. حالا پیش خودمون بمونه. بابا دیگه از آقا مجتبی یکی یه دونه مقام معظم که دوستر نداریم که. برگشتم بهش میگم دوست داری بابات بمیره ارثش به تو برسه؟ میگه نه، دوست دارم بکشنش تا دیه‌اش هم بگیرم. یعنی این مملکت با چنین هیولاهایی طرف حسابه. ما ممنون هستیم از پیگیری نمایندگان محترم مجلس در این خصوص. همچنان رسانه ملی آمادگی این را داره که در واقع انعکاس بده نظرات قوای محترم در خصوص پیگیری این موضوعات و انشالله نمایندگان هم با جدیت همین موضوع رو پیگیری کنند. ممنون هستم که در این گفتگو حضور پیدا کردید. شما رو به خدای بزرگ بسپارم. بله، بنده هم خیلی تشکر میکنم. در انتها میخواستم بگم که ما برای نظام جمهوری اسلامی آرزوهای زیادی داریم حقیقت، اما متاسفانه یه فرشته هست به نام زرشک که ایشون مسئول رسیدگی به آرزوهای ما شده. زیاد